من نمیگم که بین ما ملامت و سلامتی وجود ندارد، مگر وقتی که من شوروی رو گفتم که از اینجا بیرون برای خودتان دیگه، پاکستانی رو خود اجازه نتید دیگه، عربی رو خود اجازه نتید اینجا، جنرال امریکایی رو خود با خود نبر و مشاور امریکایی رو خود با خود اینجا نبر که باز من یکی از ولایت ها دستگیرش کنم، رو خود با خود در اینجا نبر. میشینیم بین هم دیگر زانو و زانو مذاکره میکنیم، مفاهمه میکنیم، یا تو ملامت میشی یا ما ملامت میشیم. همین چیزی که دوستان ما گفت که برای خدا دروازه توبه است، برای شما دروازه ناغه است. اگر ما ملامت شدم ناغه میتونم برای شما، اگر رفقای ما در حزب ما و اگر دیگران ملامت شدن باید ناغه بده. ناغه را من سر تمام کدورت ها و دشمنی ها سنگ بزرگ میگذاریم. برای ذکر والا کردن از این کدورت ها و حساب ها و محاسبات جنگ ما را حل فصل نمی کنه. اثر نو در صلح و صفا و صمیمیت شروع میکنیم و خدمتگار یکدیگر و خدمتگار مردم خود می باشیم. این سوال وطن.